سلام دوستان کرکت و بیننده های عزیز تلویزیون ملی، امیدوار هستم که خوب جور صحتمند و سرحال باشین. بیننده های عزیز، قسم که شما هم میفهمین لیگ اشپگیز باز هم شروع شده و ما هم آمدیم در میدان کرکت و ببینیم که هموطنان ما اینجا آمدن و در چهارگرد ما هم قرار دارن و ازشان پرسان کنیم که چطور است این لیگ با دیگر لیگ‌ها چی تفاوت داره و از خودشان دیگر سوالا را هم پرسان میکنیم. سلام علیکم برادر. و علیکم سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. زالی خان مل ګلری څخه راغلم دلته شپږیزه ته په دې ځل ډیر خوشاله یم چې دلته شپږیزه ته موږ راځو. دا کال په کاش کې ډیر خوشاله یم. زه خپل سیم د نجیب الله ملواني ما دیپ چې میشي وکیږي. زه په دې خوشاله یم چې دلته د شپږیزه زه خپل په دې ډیر خوشاله یم. اوس اگه بگی که تیمی که خودت خوش داری کابل بازان، اگه اول شوا خودت چی میکنی؟ خوش میشم. فقط خوش؟ خوش میشم. والا اگه ببازه چی؟ ببازه دیگه، ببازه کرکت خو بارد بوخ داره. خودت هم میچ میکنی، مسابقه میکنی یا نه؟ والا د گلدره کرکت میکنی. بالر هستی بهتر؟ کیپر هستم. گرباز داری یک ذره کیپر هستم بابیدی. ان شاء الله خیلی جای شهزاده میگیری. والا شاو کردیم امروز اینجا آمدیم. وجیز است. بسیار خوب بسیار خوب. چطور است کیفیت مسابقه را چطور پیش بینی میکنی؟ از دیگه لیگا تا این لیگ چی فرقایی داشت؟ والا خیلی خوبش. ما خوش شدم که اینجا آمده، مردم آمده، مردم خیلی بسایل آمده، ما خوش میشه. بسیار خوب بسیار خوب. میبینی که مردم هم چقدر تشویق میکنه. خودت هم به حمایت از کرکت بازا آمدی؟ والا. سلامت باشی، بخیر باشی، موفق باشی. سلامت باشی. خیر ببین. کدامش بیادرش است؟ خودت بیادرش هستی؟ سلام علیکم. و علیکم سلام. جور است؟ خوب است؟ شکر. سلامت باشی، بخیر باشی. خدا ببینید یک معرفی بکنی. نه من جمعه خان است از ولایت کابل ولسوالی گلدره. اینجا آمدیم به خاطر کرکت. بسیار خوب. خودت بیادر هستی؟ بیادر هستم. جمعه خان از گفتی نامت؟ جمعه خان. یکم وریتیات، یکم ایتیات. میبینیم که این ماجم چی نام داره؟ سرنای است؟ چیز نام ازی؟ این نام ادی به پشتو پیام سرنای میگه. دو سرنای اگر دو سرنای های نمیرن مار بغل گوش یک پف میکنن. و چطور از مسابقه چطور خودت پیش بینی میکنی؟ والا مسابقه خیلی خوب پیش میره. ما آمدیم به طرفداری تیم کابل بازان. آمدیم اینجا امروز. خودت هم تیم کابل بازان دوست داری؟ دامور به خاطر رحمان الله گرباز. بسیار خوب بسیار خوب. کدام بازیکن از یاد خوش داری؟ رحمان الله گرباز. یعنی بهتر خوش داری؟ بهتره. بسیار خوب. چطور است؟ چطور بیت میکنه رحمان الله گرباز در این مسابقه؟ والا خوب بیت میکنه. تابال خوب میدرخشانه. میبینی تابال خوب پیش میره. بسیار خوب. از خودت هم دفعه اولت است؟ والا نه دفعه دوم روز جمعه ما آمده بودم. این دفعه دوم ما. بسیار خوب. اینه دیگه شوق باشه باز کسگان خرچه میکنه. میگه شوق قیمت نداره. شوق قیمت نداره. امروز کیا آمدی؟ یک دوست ما سلام میکنه. ما بچه خالیش هستم، یک فامیلی آمدیم. امروز والا کل مجاهد ما آوردیم کلش. بسیار خوب. مجاهد امروز شماست؟ مجاهد امروز ما است. بسیار خوب بسیار خوب. خودت بچه خالیش بودی؟ خوب خواستی؟ شکر خدا. تو همیشه طبیعتت خوش است؟ والا. چی تو اینا در هر دفعه بغل گوش مپف میکردی؟ شوقی. اینا تامی نالو شروع کردی کار ازی را؟ خراب کردی کار. چطور است؟ طرفدار کدام تیم هستی؟ طرفدار کابل بازان. خودتان طرفدار کابل بازان دیگه تیم رو چی کرده؟ از کابل هستیم دیگه. از کابل هستین؟ از کابل بازان طرفدارش هستی؟ طرفدار کدام بازیکن هستی؟ ابراهیم زدران. بیشک یک خواهش کنم که امیر چند دقیقه فکر نکنید که آواز ما واسه این نمیاد. این پف بازان که 6 زد باز یک پف بکنین. چطور؟ بعد خو نگفتم. بخیر باشین، زنده باشین. این چیت میشه؟ این کاکای ما است. این کاکایت است؟ ما گفتم شما فامیلی اومده. والا. کاکای زنده باشین کاکای مالا. خب بسیار خوب. اگه نموجه مرا جای بدین که در پاده مجاهد صاحب بیایم. اجازه خواست. بیننده های شما هم که میبینین چی بگیم تماشاچی ها بسیار زیاد آمده. همینجا یک برادر از مجاهد ما هم است که اینجا آمده. فکر کنم وظیفه را اعلام کرده. سلام علیکم برادر. و علیکم سلام. جور بخیر. خوب است خیرتیز؟ تشکر. سلامت باشی، بخیر باشی. خودت هم دیگه جمع مجاهدین هستی؟ بازار خود جمع مجاهدین هستم. بسیار خوب. اگه خدا یک معرفی بکنی و بیننده های عزیز. ما خود از کندوز هستم. از کندوز. وظیفه در چیز هستم در رصد عمومی است که در رصد کتاب آمدم. بسیار خوب بسیار خوب. نگفتی نامت چیست؟ نام اول خان. اول خان. این نام کی سرت مانده اول خان؟
آقای ما آمده. خب اینه که فکر کنم خودت از برادر کلان هستی دیگه. اما از اون خاطر اول خان مونده. دیگه دو برادر دیگه ما هست کلان هست. خب بسیار خوب. چطور از مسابقات لذت میبری یا نه؟ چطور لذت میبرم. طرف داره کدام تیم هستی زیاد؟ دو چیز هست. کدام تیم؟ یا طرفدار کلش هستی؟ کلش طرفدار هستم. چطور از لحاظ امنیتی خب با شما کدام مشکل پیش نامده؟ نه شرط بالا پیش نامده. از لحاظ امنیت خودتان امنیت از کرکت بورد گرفتین؟ خودش امنیت گرفتیم در کرکت بورد. بسیار خوب سلامت باشین. تشکر از اینکه امنیت هم میگیرین و مردم ما میتونن با خوشی با آرامی و ذهن آرام بیاین و این قسم بیچاره دیدن کنن. زنده باشه بیاد. تشکر سلامت باشی بخیر باشی. باش ببینید است که پیشتر گفت که اینجا برادرای ما اومده اینجا کاکایش اومده. من نمیفهمم کاکایش از یا جوان هم هست. البته سلام علیکم. و علیکم سلام. خوب هستی؟ شکر. خودت خوب است بیادر؟ شکر سلامت باشی بخیر باشی. یک معرفی خودم میکنی؟ معرفی میکنم. روخان هستم از ولایت کابل ولسوالی گلدره. کابل ولسوالی گلدره. تو گفتی دیگه که از بیادرزادای مسیح گپ راست؟ اینم بیادرزادا آوردیم به کرکت امروز شاو کده بود خانه گیران میکرد میگه کرکت. علی چه قسم از خودت از بیادرزادایت که خرد معلوم میشی؟ کلا و از بیادران کلا بچه‌ش هست. خودت چی تورسی کردی نکردی؟ نه تنوز نکردی. تنوز نکردی. تصمیم خود داری؟ چطور از کرکت لذت میبری نمیبری؟ خیلی لذت میبریم. والا. روز چندم است؟ والا روز سوم است که میایم. طرفدار کدام تیم هستی؟ طرفدار کابل بازان. کابل بازان. والا این خوب از یگان خرچه میکنی بیادرزادا رو به دیدن کرکت میاری؟ والا بیادرزادا که نبر کی بیاری. چی گفتنی داری به بیننده عزیز خوبم تپخش معلوم میشی مگم؟ گفتنی داره که بیا به کرکت بیاره. بیا لذت ببره. پیسه شون تو میده. دیگه بیا. بیشک همیشه هم تو خوش باشی. همیشه هم تو دانت پر لبخند باشه. سلامت باشی بخیر باشی. از کرکت لذت بر زیاد مزاحمت نمیشیم. بخیر باشی سلامت. زنده باشی بخیر باشی. بیننده ما هم میریم میبینیم که دیگه هم تا چی حال دارن. طرفدار کدام تیم هستن. گزارش تا آخر بیننده باشین. بیننده های از قسم که شما هم شاهد هستین و براتون گفتم که در بین هموطنان عزیز ما هستن و اینجا هم پولی ما یک برادر دیگه هست. سلام علیکم برادر. سلامونه نیک هیل احترامات څنګه جوړ تکړه په خیر خیرت ده. نوم محمد سهراب محمدی ده او جلال آباد څخه راغلی ما او د ابراهیم زدران مینوال ما د همغې لپاره خاص مینوال د ابراهیم زدران همغې لپاره راغلی یم. نام خدا پیجی که من سوالا کنم کل جوابا رو تو خودت گفتی. از جلال آباد اومدی گفتی؟ از جلال آباد آمدیم. خاص به خاطر کرکت اومدی؟ خاطر کرکت خود تلویزیون هم دیده میشه. خو ابراهیم زدران بسیار خوشم میاد مثل کرکتر هندوستان واری سرخ شرما واری دیگه از خاطر از خوشم میاد گفتم باشه یک دفعه از نزدیک ببینمش. حال چطور از نزدیک دیدیشه؟ ما اینجا دیدمش خو ملاقات نشد با اصرف دیگه اون طرف کار داشت. ان شاء الله میشه ملاقاتم میشه امروز گپ بزن از نزدیک ببینیش. ان شاء الله این مسابقه خلاص شد بس ملاقات خواه کردیم یک دانه عکس بکشیم باز در فیسبوک خواه دادیم. در فیسبوک. طرفدار کدام تیم هستی؟ بازیکن خو گفتی؟ طرفدار امون هنگان به خاطر که دو احسان جنت باز بسیار خوشم میاد بسیار خوب کرکتر است احسان الله جنت. او طرفدار امون هنگان هستم خو رحمان الله گربز او ابراهیم زدران بسیار خوب مسابقه را شروع کرده دیگه با فکرم که یا مسابقه را میبریم. خود گفتی طرفدار ابراهیم زدران هستم نه؟ اگه ابراهیم زدران همی تیمش اگه ببازه و از آمون هنگان گفتی اونا ببره باز چی احساس می داشته باشی؟ اگه ببازه چیز مشکل نیست و زیاد مسابقه بسیار قوی هستین که زو بسیار خوب دیگه مسابقه را مو بردین. کدام تیم؟ کابل بازان. خوب. و دیگه یک دو سال اینمی چمپیون بودین دیگه مشکل نیست برزا و دیگه شاید دیگه مسابقه را ببرین. من قسمه که میبینم که از گپات میفهم خودت خوب کرکت دوست داری. بله کرکت زیاد دوست دارم خودم کرکت هم میکنم. بیشک کرکت بین هموطنا میکنی در بین دوستا یعنی منظورم است یا بین دوستا میکنم و دیگه خودم هم زیاد مصروف میباشم. من روزای جمعگی صرف کرکت میکنیم دیگه خودم مصروف میباشم. مصروف چی کاروبار؟ ما خودم درمالتون داریم و واکسین سنتر داریم. بیشک موفق باشی سربلند باشی و از کرکت لذت ببر. سلامت باشی بخیر باشی. بیننده زمینجا یک آجی صاحب محمد سلام علیکم.
علیکم السلام. خب خسته صاحب. صحت خوبه، خیرت ده. شکر سلامت باشی، بخیر باشی. چطور است مسابقه؟ چطور است؟ لذت میبری نمیبری؟ او ان شاء الله مسابقه کې ډېر خوندورې روانې دي. خلک ترې خوند اخلي، ډېر مینوال ورته راغلي ناست دي د دغه لوبو په خاطر باندې تر څو دوی لوبه نه دوی یو خوند اخلي. کدام تیم از یاد دوست داری که موفق شود؟ زه خو فعلا د دواړو ټیمونو سره مینه لرم. دواړه ټیمونه خو دا کوم چې ولاړ دي لکه گربز ده او ابراهیم دوی مینوال دي. خب بسیار خوب. بسیار از لحاظ نظم بگی و ما چطور از خودت اینجا آمدی؟ کدام شکایت خود لحاظ نظم و امنیت نداریم؟ نه ان شاء الله نظم و امنیت خو بیخي ښه ده. کوم شکایت روزه پورې نشته ده. بیخي ټیر. سلامت باشین، بخیر باشین، مزاحمتان نمیشیم. ببینین مسابقه را. بخیر باشین، سلامت باشین. بیننده های از ما هم آمدیم پلو یک هموطن دیگه ما و همیشه نام خدا هموطنان ما هم زیاد است و کلشان میخواین مصاحبه بکنن و همین هموطن ما هم گفته که مصاحبه میکنیم. آمدیم که چی گفتنی داره به مردم عزیز. سلام علیکم. و علیکم سلام. نوم غفور جان ده د پکتیا ولایت د ستکرم ولسوالۍ یم. نو دلته بس کرکټ ته زه راغلی یم. زندگی خو اوج است؟ زندگی اونجا نه، بس دلته د کرکټ شوق ډېر لرم. زه خپله کرکټ ته راغلم. نو بس ویم دا بس زما کور پکتیا کې دی. دلته بس سیالي لپاره راغلم. زندگی هغلته پکتیا کې کوم. خب بسیار خوب، بسیار خوب. چطور است مسابقه؟ از لذت میبری ازش؟ مسابقه خو ولا ډېره خپله مسابقه ده. بس د شپږیزې ما ته ډېر سخت خوند لوبې راکوي. بس دلته بس ځان ته مې رنګ هم راوړی دی. بس دا رنګونه هم ورته کوم. والا شوقي آدم خو هستی؟ نه شوقي هم پوه د کرکټ ډېر شوق یم. او د کور مې پکتیا کې دی. دلته بس کرکټ لپاره راغلی یم. فقط از خاطر کرکټ آمدی اینجا؟ او کرکټ آمدیم. ما خدا مردم عزیزم چقدر یک تشویق خوب میکنه. تو یک پف نمیکنی امیره؟ یک پف بکن. بیشک بیشک. اینه چند سرا یاد داری ها؟ طرفدار کدام تیم هستی؟ دا سپینغر تیم است. سپینغر. کدام بازیکن زیاد دوست داری؟ کوم یو مسابقه ته به روغه وکړي ماګه ته به زه ډېر خوشحالېږم. پوه شوې؟ کوم یو مسابقه روغه وکړي زه هغه ته ډېر خوشحالېږم. به فکر خودت کدام دو تیم در فاینال خود را پیدا کنه؟ بس فاینل د شهزاد ټیم بس هغه سره ما مخکې ډېره مینه لرله. اوس راغلي ماګه ته راغلي یو بس هغه ټیمونه جمعې پر ازو بس خلاص شول. در فاینال چطور تصمیم داری که بیایی یا نه؟ او فاینل ته بس فاینل ته بیا هم راځم. هره لوبې ته راځم. بیشک بیشک. لوبه مې بس هره ورځ زه راځم دلته. همراه کی کیا میایی؟ ما سه مې وړوکی ورور دی پکتیا نه. هغه هم راغی. هغه پاسه ناست دی. هغه هم ډېر شوقي دی. امتحانونه اخلاص ول. هغه بس دغه هم راغی دلته راغی. بیشک بیشک. فکر کنم که مسابقه دیگه شروع شده که یکی بالنگ خلاص بیټینګ میکنه دیگه تیم. والا بس بیټ اوس فاینل ورته ښه ټارګټ ورته ښه ده. بس دوی اوس خپله مسابقه کوي. بس ځان ادب ته ځان ورسوي. وایکټ یې ډېرې لاس لاندې ورکړی. بسیار خوب، بسیار خوب. مزاحمت نمیشیم از مسابقه. لذت ببر. تشکر از اینکه همراه ما گپ زدید. زنده باشی. زنده باشی. خیر باشی، سلامت باشی. بیننده های عزیز آمدیم در پلو یک هموطن دیگه ما. میبینیم که این طرفدار کدام تیم است، چی گفتنی داره و هموطنهای خود. سلام علیکم بیادر. علیکم السلام بیادر عزیز. خوب هستی؟ شکر سلامت باشی، بخیر باشی. قربانتن. زه خو د کابل بازانو مینوال یم. جمعه خان نیازی مې نوم در پکتیا ولایت نه راغلی یم. د کابل بازانو ټیم تشویق لپاره رحمان الله گربز او ابراهیم زدران مې د خوښې لوبغاړي دي او ماشاءالله ښه روان دي. ناټ آوټ ولاړ دي. رنز تقریبا 9 رنز دي او کومه وکټ هم تر اوسه نه ده تللې. 8 اوره سوي دي. انشاءالله دغه ټارګټ به چیز کوي. میچ ډېر ښه روان ده. بسیار خوب روان است. خودتان خاص به خاطر کرکت آمدی؟ خاص به خاطر کرکت آمدیم. فعلا خو ما د غزنی میشینیم. خانه ما د غزنی است. به خاطر اشپگیزه یک لیگ بهترین است در افغانستان. به خاطر اشپگیز آمدیم که اینجا ما قهرمانای خود ببینیم از نزدیک. والا بسیار خوب. این نمی که شما میاین باور کو اونا حمایت میشن، اونا تشویق میشن با آمدن شما و شما هم بزرگی میکنین که نزدیک میاین و مسابقه را تماشا میکنین. والا که نمیشه به خاطر از اینکه کرکت را دوست داریم، اما قهرمانای خود دوست داریم، اما وطن خود دوست داریم، همگی را دوست داریم. به خاطر از میاییم که خودشان یارم تشویق شو. ما خودیم هم ساعتی موتر لذت ببرین. تصمیم داری چقدر وقت اینجا باشی؟ دیگه معلوم نیست. تا صبح خو هستم بخیر. اینجا در کابل هستم. بعد از چاشت تیم میساینک
دیگه که کدام تیم مسابقه داره به خاطر از اون میاییم بخیر همینجا خواهد بودیم دیگه لذت میبرم از بازی میساینک هم لذت میبرم ولی خب بازی کابل بازان خوب میره بخیر اون تارگت پر میکنه بخیر بسیار خوب بسیار خوب. اگه از بوی خودت گربز و ابراهیم زدران دویست ویکت ایستاده است ان شاء الله خوب پارتنرشیپ میکنه. خب اگه از بوی خودت هم در غزنی کرکت مسابقه میکنی؟ خود میکنی. اونجا تنیس بال نام داره اونمو بالی سبک اگر میشناسی این هارد بال که است این نیست. فعلا در تنیس بال اونجا بازی میکنیم. خب چی مصروفیت داری در غزنی خودت؟ مصروفیت کاری دوایی میکنیم دواخانه داریم در غزنی. خب بسیار خوب بسیار خوب. که امروز یک دواخانه عمده پوشیست امروز از ویزیتور هستم وظیفه ویزیتوری به پیش میبرم. چی خلاقیت داری خودت که به بیننده عزیز تقدیم کنی؟ شعر میفهمی یک فکایی میفهمی دیگه؟ کمره ما در خدمتت. شعر خو اصلا میفهمم شعر در این وقت کی در آدم میاد که تو رو بروی کامرا شوی حتما اذیت آدم خیلی چی یادت میاد این وقت مسابقه رو تماشا کنی که خودت چی زمزمه میکنی؟ والا چی باید زمزمه کنم چیزی که دلت باشه برو باید زمزمه کنم. ما هر چی که یادت از دل تو است کمره ما در خدمتت است دیگه. سلامت باش زنده باش بس که ما در یاد خود بیارم در این وقت که تو در امرای ما روبرو در کامرا گپ میزنی از یاد آدم میره پیش خیلی یاد داشت مالی از یادم رفته. چی میگی؟ باش ما یاد میکنم. تو برو یک چرت تا بزن خوبم یک چرت قوی. والا اگه خود یاد نمیاد در این وقتا نه. چه قسم جوان آدم نامخدا یادش نبه یک پیر شوی چی؟ در این افغانستان دیگه حافظه ضعیف میشه. آره کل معلومات سر افغانستان پرته دیگه. نه سر افغانستان هم نیست حتما دیگه حافظه آدم ضعیف میشه. آره. والا یادت نیست. ولی در یادم نمیاد کوشش میکنم که در یاد خود بیارم کدام شعر در یادم نمیاد اما خیلی زیاد یاد داشتم قالی در یادم نمیاد دیگه. یگان شعرهای مکتب. یگان شعرهای مکتب خوب بود قالی در یاد نمیاد. در یاد نمیاد. خیر باشه ان شاء الله. میچه سعی کن یادت میاد آستا آستا. بخیر آستا آستا میام سعی میکنم ششتایم بخیر اینجا توکل به خدا که تارگت بخیر پر میشه از بازی لذت میبریم. بخیر سلامت باشی بخیر باشی. میچه خوب برات مسابقه خوب برات میخوایم. قربانتم. سلامت باشی بخیر باشی. تشکر. بیننده قسم که شما هم میبینید اینجا فکر کنم دستفروشا هم هست آمدن بعضایشان این ناریال است فکر کنم که نین برادر عزیز ما خرید. سلام علیکم. علیکم سلام. خوب هستی؟ شکر. چی میفروشی اینجا؟ پارسی نپامیدی پختو چی خرڅوي هلته دلته کوپره دا یو دانې څو روپۍ ده 10 روپۍ ده څنګه ده کاروبار څنګه ده ښه ده له کوم ځای یې کونړ له کونړه دلته راغلی کور ته کونړ ده له څوک سره هلته اوسېږې خپلوان ته میچ څنګه ده میچ ښه ده له کوم ټیم کې مینهوال یې له کوم ټیم مینهوال یې کوم ټیم سره مینهوال یې کوم ټیم سره مینه لرې دواړو ښه او مننه ژوندی اوسې چې له موږ سره خبرې کوې مننه اوسې زنده باشیم بیننده خدا کنه ما هم پشتو را غلط نکرده باشم اینجا دیگه یاد میگیریم آستا ما هم میریم ببینیم که دیگه عزیزای ما چی میکنن چطور است خوش میگذره نمیگذره. بیننده های از قسم که شما هم شاهد هستین که کرکت بخصوص لیگ شپگیزه اینقدر مینوالای خود دیگه براتون بگویم که داره که نه تنها جوانا بلکه مسافدا هم میایه. مسافر گفتم ما صاحب قارش نمیاد. سلام علیکم. و علیکم السلام. خوب هستی؟ بخیر هستی؟ جان جور است؟ بخیر هستی؟ تشکر. سلامت باشی بخیر باشی. اگه خدا یک معرفی بکنی به بیننده. ما ملا خان زدران هستم. زدران از چی را برات بگویم؟ کدام بازیکن ما زدران یک تخلص داره از راه کدام چیزش نمیشه؟ نه از این چیزی نمیشه. مقصد مینوالش هستیم. نامش چیست؟ نامش نجیب زدران است، شاپور زدران است. یه چی است؟ ابراهیم زدران است. ابراهیم زدران است. خبر شدیم که چی از بازی ابراهیم زدران است خط گربز آمدیم در سال شیج آمدیم تماشاش. خانه کجا است؟ کجا زندگی می‌کنی؟ خانه خو اصلی وطن ما پکتیا است خو وجه در ولایت تخار هستیم ولسوالی اشکمیش. بسیار خوب. خودت خاص به خاطر کرکت اینجا آمدی؟ از خاطر کرکت اینجا آمدیم ما. بیشک والا زیادی هم مطالعه ما را که ما هم میگیم خاص به خاطر کرکت آمدیم اینجا. چطور از کدام تیم زیاد خوش داری؟
والا کل تو گفته نمیتونم که تیم های خوش داریم یا نداریم. خب مقصدی کلش چی ما و شماست. خب اما چی را ما دایی چی نجیب بسیار خوش داریم، گربز بسیار خوش داریم و شهزاد اینا را ارسیش بسیار دوست داریم. بدون از لیگ اشپگیز دیگه مسابقه را هم خودت میبینی؟ مسابقه کرکت با تلویزیون میبینیم. تو نامدیم اینجا تبل نامدیم، می‌بینیم اولین آمدن مسکی آمده. چطور است؟ لذت داره از نزدیک مسابقه دیدن؟ بیخی ماشاءالله، بیخی ماشاءالله. لذت خود داره. بیخی ماشاءالله. همراه کیا آمدی حاجی صاحب؟ همراه حاجی صاحب تقای ماست پیش قاضی آمدیم. بچه تقای ماست قطعی آمدیم اینجا. ما اول ایش سفید گفتم قارت خونه آمد. والا خود چی بگویم دیگه؟ اختیار. نه نام خدا جوان هستی دلت آب نفته. نه اصل ما جوان هستیم. چند ساله میایی؟ یارا باشیم 45 ساله 42 ساله نمیتو دیسن دستیم. خیلی جوان هستی دیگه. جوان هستم. بسیار. عروسی خو کردی دیگه؟ عروسی دارم. چند عروسی کردی؟ یک عروسی دارم. تصمیم دیگه ایش نیست. والا با تو است که دل ما میشه خو که پیدا شو. پیدا شدنش کلش سر پیسه است. سر پیسه است، سر پیسه است. یا انشالله خدا مهربانه که پیدا شه بر زن دوم. آمین آمین. همینجا یه برادر عمره خودت است؟ نه این دیگه که یه را نمیشناسم. خب بسیار خوب. سلام علیکم برادر. و علیکم سلام. بخیر جور خیر؟ طبیعت خیر؟ شکر سلامت باشی. وقت دیگه بالکل خیر دیگه. شکر. اگه خدا معرفی بکنی به بینندای عزیز. ما نام سید انوار ده. لکم دلیل ترغله. کاله جبار نه رغله ما. څنګه ده لوبه څنګه ده؟ ډیره ښه لوبه ده، په زړه پورې لوبه ده. مننه ژوندی اوسه. ښه لوب دلته غواړم. ښه لوب دلته غواړم. بالکل کور دې ودان. ژوندی اوسه مننه. افغانان ژوندي لري، ګلې ګلزار دي وي. خدای دې ژوندي لري. سلامت باشي. انتفاق لري. موږ وطن دې خدای جوړ کړي او ښه ښایسته دې خدای جوړ کړي. دغه دې هغه نه دې خدای وساتي نورو. د پردیو لاسونه د خارجه او د لاسونه. افغانان دې خدای په انتفاق کړي او ښه وخت غواړم. ټول مسلمان له ښه وخت غواړم او جنت فردوس ورته غواړم. سلامت باشی، بخیر باشی. تشکر. سلامت باشی. بیننده های عزیز، ما هم دیگه همه تو میگردیم ببینیم هموطنان ما چطور است، از مسابقه لذت میبره یا نه. نمیجا میبینیم نام خدا کلشان یک قسم کالا پیش ده، ببینیم که چی میشه. همراهشون یک صحبت بکنیم. سلام علیکم. و علیکم سلام. خوب هستی؟ تشکر. خودت خوب هستی؟ تشکر. پشتو گپ بزنم یا فارسی؟ ما هر کدامش که دوست داریم، مقصد ما فارسی گپ میزنه. مهربانی کنیم. مهربانی. اگه خدا یک معرفی بکنی به بیننده های عزیز. نام سید نورالدین در کابل زندگی میکنم و امروز همراه بچگکای ما آمدیم که بازی کرکت ببینیم. نام خدا چطور؟ خب کلتان یک قسم کالا پیشنی، کلش بچهای دستایی است. این بچه کلان ما سید علی نام داره، سید محمد، سید هارون و سید شاهد. بسیار خوب، بسیار خوب. برای از اینا دیگه کلشون تمامشون یک قسم کالا جور کردیم. بله ما بسیار خوش هستم چرا که حال در افغانستان ماشاءالله امن است و آمدیم در سایه سپورت. ماشاءالله افغانستان بسیار پیشرفت کرده، خصوصا در کرکت. به بسیار جای خوشی است. خدا کنه که وطن ما تو پیشرفت کنه بخیر. الهی آمین، الهی آمین. چطور است باز از مادر اولادار یار خونه آوردی؟ اصلا گپ دیجاست که بچه ما رخصت بود، از مکتب رخصت شدن دیگه. همین چانس ما دیدیم که باید اینا هم یک خوشبختی کنن، ساتیری کنن دیگه. به این خاطر اینا. بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار خوب. نام خدا بسیار خوب معلومه میشین. خدای نخواسته نظر نشین و ازی بگین طرفدار کدام تیم هستین؟ والا تیم خو ما بسیار خوش هستم که کلش در افغانستان میشه و ما شما گراوند داریم او در سایه سپورت که چقدر ما پیشرفت کردیم. مگر برای ما کلش یکیست. اگر ازغر باشه، اگر شایدی باشه، اگر شهزاد باشه، رمان گربز باشه، بسیار خوب است. کلش هموطنای ما، سپورتمنای ماست، کلش قهرمانای ماست. بسیار ما جای فخر است که چقدر خوب سایه خوب، بسیار اوضاع خوب اینا تماشا میکنیم. دقیقاً. اگر ازی به ما بگویی که بچه ها نام خدا کلش از یک خانم است؟ بله ما پیشترم معرفی کردم 4 بچه دارم و خودم در UN کار میکردم. وقت فعلا خب مصروفیت ندارم میتونم بچه از خودم است. بسیار خب. 4 دانه بچه داشتی؟ بله.
بسیار خوب بسیار خوب. سلامت باشین، از مسابقه لذت ببرین. تشکر از اینکه همراه ما کردید. خوش شدم. زنده باش. تشکر. خیر باشین. سلامت. خدي ډېر ښه ماشاءالله ښه میچونه روان دي او ګوري به خلک هم ډېر راځي میچونو لپاره نو ماشاءالله ښه روان دي ډېر ښه. بسیار خوب. خودت در کدام تیم هستی؟ ما د میساینک هستم کټوازه میساینک. خب تا حالا چند مسابقه دادین؟ 3 مسابقه کردیم 2 باختیم یک بردیم بخیر. بسیار خودت هم دیگه چی میگم مینوالای زیاد است مرد فقط آرزو میکنم ان شاء الله در فاینال برسی و موفق شوی. ان شاء الله خپل کوشش کو او موږ په لاس کې صرف کوشش دا مهنت کول دي نو امید لرم چې ان شاء الله موږ ټیم به پایلو به ځي. سلامت باشین بخیر باشین. ما هم برای دیگه آرزوی موفقیت میگیم. تشکر از اینکه نه کور آباد. سلامت باشین بخیر باشین. بیننده های از ما هم یک پولی قهرمان دیگه ما هستیم رحمان الله گروبه. سلام علیکم. و علیکم السلام. گروبه صاحب چی حال داری؟ خوب هستی؟ الحمدلله. چطور بود میچ بخیر خلاص کردی؟ او بخیر خلاص شد. چطور شد بردین باختین؟ نه بردی به. بردین. نه خودت در هر میچی که باشه خصوصا در بخش بیتینگ تاپ است دیگه میچ. الحمدلله لکان ماشاءالله خوری کوي مهنت کوي بس خروانی تر اوسه خو کوشش بم دغه چې خلو به وکړو. بسیار خوب. فکر کنم که خودت کاپیتان هم هستی. بالکل. چطور است مسابقه از کیفیت خوب برخوردار است؟ بالکل ټول خلک ګوري څومره خوند کوي لوبې خوند کوي خلک راځي ډېر خلک راځي خوند ورناخلي ډېر ښه دي. بسیار خوب. تا بال چند مسابقه دادین؟ څو مسابقې لرو دینه بعد هم 3 مسابقې لرو ان شاء الله 4 هم کړي دي 3 ګټلې یو بایللي او 3 نور پاتې دي. ان شاء الله روز شب خودت در فاینال ببینیم و در فاینال خودت اول شوی ان شاء الله. ان شاء الله. کدام گفتنی داری به بیننده های عزیز کمره ما در خدمت است؟ نه تشکر بس الکان دی په خپل مشران دی په خپل مشمانو باندې درسونه ووایي او دې هڅوي چې درس ووایي ترڅو د افغانستان لپاره یو ښه راتلونکی ولري. سلامت باشی بخیر باشی. تشکر. بیننده های از پولی قهرمان دیگه ابراهیم زدران هستیم و امیال از مسابقه هم خلاص شدن و ما هم اجازهش کردیم اگر نه جه میرفت. سلام علیکم ابراهیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و علیکم سلام د ملي تلویزیون ټول لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه. علیکم سلام. تشکر از اینکه ما وقت دادی و همراه ما مصاحبه کردی. از بگو از میچ بگو که میچ بردین چه احساس داری امیاله؟ ولې نه بالکل ښه میچ وشو ښه لوبه وشوه میچ مو ګټو ډېرې خوندورې سیالۍ دي زه ډېر خوند نه اخلم ډېر په خوند سره لوبه کوم. این لیگ خودت چقدر خوب از دیدگاه خودت هست که استعدادهای نو اینجا پیدا میشه و استعدادهای نو هم حتما اینجا خودت دیدی که چقدر دیگه بچهای نو که میاد چقدر خوب مسابقه میکنه؟ او بالکل شپږیزه لیگ یو ښه لیگ ده غټ لیگ د افغانستان کې اکثره ځوانان که تاسو وګورئ د دغه لیګ نه نړیوالې لوبې ته لاړ دي نړیوال لیګونو ته لاړ دي نو د ځوانانو لپاره ښه فرصت ده ښه چانس ده چې په دغه لیګ کې ښه لوبه وکړي ښه لوبې سره ښه پرفارمنس هم وکړي یعنی مطلب څومره چې دوی ښه لوبه کوي پرفارمنس کوي د دغه ځای نه دوی مخته تللی شي. اگر از لحاظ کیفیت بگویی که این لیگ شپگیز از لحاظ کیفیت چقدر بالا است؟ او بخه از لحاظ کیفیت استاندارد بین المللی از لحاظ کیفیت شگوی چقدر بالا است یعنی؟ شپږیزه ښه بالکل فرقي ځکه وطن حالات ته په کتو که تاسو وګورئ د اوس هم ډېره مننه د کرکټ بورډ څخه چې په دغسې شرایطو کې دغه شپږیزه وکړه دغه شپږیزه کیږي دغه پلیران مصروفه دي نو کرکټ بورډ هم کوشش کوي موږ هم همدغه غوښتنه ده چې هر څومره د شپږیزه خوندوره کیږي په ښه سټنډرډ سره کیږي دومره به پلیران هم خوشحاله وي د افغانستان کرکټ به هم ورسره مخ ته ځي. سلامت باشین. تشکر. موفقیت‌های بیشتر برات خواهان است. خیر اوسئ. مننه. سلامت باشین. خیر باشین. بیننده های عزیز پالوی مسئول لیگ کرکت شپگیز هستیم. فکر کنم اسمتون شیر آقا. سلام علیکم برادر. و علیکم سلام. خوب هستین؟ تشکر. خیر ببین. سلامت باشین. اگه خود یک معرفی کنین به بیننده های عزیز. شیر آقا همکار مسئول شپگیز کرکت لیگ. بسیار خوب. لیگ شپگیز را چقدر مهم به بازیکن‌های نو خودتان پیش بینی میکنین؟ دا یو ډیر ښه اقدام ده او چې موږ کامیاب شو د اتم پړاو شپږیزم په لاره واچوله خصوصا د ځوانو لوبغاړو لپاره ډیر یو ښه فرصت ده چې دوی خپل استعدادونه وښیي هغه لوبغاړي چې هغوی په کلونه کلونه دغه شپږیزې ته انتظار کوي او وایي چې زه ځکه دا داسې سټیج د ټوله دنیا یې ویني ټوله دنیا یې دغه لیګ ګوري نو دوی ته یو ښه فرصت ده چې دغه لیګ کې ښه پرفارمنس وکړي او هم د افغانستان ملي لوبډلو مختلف الف لوبډلې امرجنګ 19 کلنه هم
چې د په آینده کې خپل آینده روښانه کړي. هغه د دوی دپاره یو پلیټفارم جوړ سوی ده. نو تاسو یې وکته چې ځینې ځوان لوبغاړي لکه حسن عیسی خیل، همداراز یو نوري په نوم یو ځوان ده او نن پکې یو اصغر اتل، نو تر اوسه پورې ځینې ځوان لوبغاړي چې دي ډېر ښه ځلیدلي دي او لاره روان دي په دې هیله چې موږ دا ځل نوي استعدادونه را پیدا کړو. د شپږیزې یوازینی یو هدف دا هم ده چې موږ نوي استعدادونه، هغه استعدادونه چې چا نه وي لیدلي مخکې، په دغه شپږیزه کې خپله وړتیا وښیي تر څو پورې مخکې راسي. بسیار خوب. باز کسایی که اینجا خوب میدرخشه اینا تیم ملی را پیدا میکنن؟ تیم ملی ته البته شاید مشکله وي. ځینې هغه لوبغاړي چې د ملي ټیم لوبغاړي دي د هغوی فارم کتل کېږي چې هغوی باید بیرته ملي ټیم ته راوستل شي که نه. ولې ځوان لوبغاړي موږ الف لوبډله لرو، ایمرجنګ لرو، 19 کلن لرو، نو د خپل عمر مطابق هغوی هغې لوبډلو ته سلیکټ کېږي، کیمپونو ته راتلی شي د ملي ټیم چې دا غټه خبره ده. نو دا لار ورته خلاصه ده. بسیار خوب. اگر از این بگین خودتان معلومات دارین که راشد خان چطور در این لیگ اشتراک نکرده؟ راشد خان سره موږ خبرې روانې دي، شاید آخري پړاو ته راشي، ولی نبی عیسی خیل سبا راځي. سبا نبی عیسی خیل میآید. و چطور است بیننده های عزیزم میاین اینجا زیاد میاین به خاطر دیدن کرکت؟ د لیدونکو نه مو دا خواهش ته چې راشي. دلته پرون تاسې وکته 2 کسان راغلي او 2 کیچونې ونیول. هم موږ دوی لپاره یو څه لرو په برنامه کې او هم له دوی لپاره ډېر ښه ده چې راشي. هم ثواب هم خورما. نو هم میچ وګوري، هم که کیچ ونیو 15,000 افغانۍ مو ګټي. او بله ګټه دا ده چې بدون د دې نه د انعاماتو نه چې زمونږ کرکټ زیات تشویق شي. دغه یو ښه فرصت ده چې دوی خپل اتلان نه نږدې وګوري، خپلې لوبډلې تشویق کړي او نړیوالو ته موږ وښیو چې دا خلک د کرکټ سره څومره مینه لري او یو ښه پیغام ورکو نړیوالو ته چې دلته امن ده، هیڅ خبره نشته ده، د امن په فضا کې زموږ ټول ملي اتلان لوبیږي. بسیار خوب. خانم‌ها هم اینجا آمده میتونن کرکت از نزدیک دیده میتونن؟ بالکل. د ښځو لپاره موږ یو ښه صحیح ځای جوړ کړی په پرده کې، یو بیل ځای دی. تیرو میچو کې هم راغلي دي. دوی کولی شي چې زنانه مینهوالې د کرکټ لپاره راشي او لوبه له نږدې وګوري، خوند ترې واخلي. سلامت باشین. تشکر. موفق باشید. همیشه همتون خوب بدرخشین. تشکر. سلامت باشین. بیننده های عزیزی بود گزارش امروزی ما که تقدیمتان کردیم از کرکت بورد. تا گزارش بعدی که باز هم من شبیر احمد محمدی در خدمت شما عزیزان قرار میگیرم. شما را به الله پاک میسپارم. حمایت کنین از کرکت، از دولت، از مردم افغانستان.